تعداد از امت ما، میگه من گروهی از امت خود را میشناسم که در میدان محشر حاضر میشد با ثوابهای خیلی زیاد، با اعتکاف و با قیام اللیل و با تلاوت قرآن کریم و با ذکر و با اذکار و با جهاد و با حج و با صدقه و با تمام اعمال خیر در میدان محشر حاضر میشد. اما فیجعلها الله هباء منثورا، الله سبحانه و تعالی تمام اعمالش از بین میبرد. ثوبان رضی الله عنه حدیث روایت میکند، پرسان میکنه که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخص کی هست، چی گناهی هست، چی گناهی در این انسان است، این در کدام مصیبت گرفتار است، برای ما تعریف بکو، برای ما معرفی بکو، مواصفاتش برای ما بگو، آدم در چی گناهی مبتلا است، این از کدام مردم ها هستند. متوجه این مسئله باشه که چی وقت الله سبحانه و تعالی اعمال ما را قبول میکند. گاهی اوقات انسان متوجه اعمالش نیست و خیلی از اعمال خیر را انجام میده، در حالی که در روز قیامت میرد تمام اعمال خیرش هباء منثورا هست. ثوبان رضی الله عنه حدیث روایت میکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم به موضوع خیلی مهم اشاره میکند. انسانها را متوجه میسازند که شما خیلی متوجه باشین، اگر شما متوجه مسئولیت هاتون نباشین اعمال شما هباء منثورا میشد. او چی هست؟ یکی از مهمترین مسئله که انسان به خاطر حفظ اعمال خیرش، گاهی اوقات انسان ها اعمال خیر زیادی را انجام میدن ولی یک تعداد مردم را علما در از بین بردن اعمال خیرشان تشبیه میکند به یک سگ شکاری. کسی که سگ را به خاطر شکار تعلیم دادد و این سگ در دشت و در کوه و در بیابان میبره به قصد شکار، وقتی شکار را برش نشان میداد میدود خستگی و ماندگی از آن سگ است. زمانی که همون شکار را به دست میارد شکار را صاحب سگ میگیرد، دواندنش و خسته شدنش و هلاکتش و زحمتش از آن سگ، اما شکار را صاحب سگ میگیرد. علما میگن که این مثال شباهت داره به اون انسانی که در دنیا پول جمع میکند ولی حلال و حرام براش مهم نیست، به خاطر جمع‌آوری پول و ثروت و دارایی دنیا پشت حلال و حرام نمیگردد. ترمذی حدیث را روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ ام من الحلال ام من الحرام او کما قال علیه الصلاة و السلام. میگه اینطور یک وقتی بر انسان ها میآید که انسان ها در جمع‌آوری پول فقط جمع میکنن و متوجه این نیستن که آیا این حلال است یا حرام. حالا پول به دست میاره ولی در روز قیامت جوابش و مسئولیتش پیش یادم است، ولی عیش و نوشش کسای دیگه میکند. این پول به کسی دیگه به میراث میماند، این پول کسی دیگه در عیش و روش و در کار خودش مصرف میکند. پس ما هم باید خیلی متوجه موضوع باشیم. دومین کسی را که تشبیه میکنه به اون سگ شکاری، او کسی است که اعمال خیر زیادی را انجام میداد ولی در حق انسان ها جنایت میکنه، حق انسان ها تلف میشد. از یک را غیبتش میکند، از یک را آبروش میریزاند، از یک را مالش میخورد، پشت یکی تهمت میزند، یکی را دشنام میداد، یکی را خونش به ناحق میریزاند. در روز قیامت در میدان محشر که میآید وقتی که اعمالش محاسبه میشد میبینه یک مقداری از ثواباش به کسی داده میشه که او غیبتش شده، یک مقداری ثواباش به کسی داده میشه که پولش به ناحق گرفته، یک مقداری ثواباش به کسی داده میشه که پشتش تهمت زده، تمام ثوابا خلاص شد رفت. پس انسان خیلی باید متوجه باشد. و دیگه ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید لاعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامه بحسنات امثال جبال تهامه بیضاء فیجعلها الله هباء منثورا. تعداد از امت ما، میگه من گروهی از امت خود را میشناسم که در میدان محشر حاضر میشد با ثوابهای خیلی زیاد، با اعتکاف و با قیام اللیل و با تلاوت قرآن کریم و با ذکر و با اذکار و با جهاد و با حج و با صدقه و با تمام اعمال خیر در میدان محشر حاضر میشد، اما فیجعلها الله هباء منثورا، الله سبحانه و تعالی تمام اعمالش از بین میبرد. ثوبان رضی الله عنه حدیث روایت میکند،
پرسان میکنه که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخص کی هست، چی گناهی هست، چی گناهی در این انسان است، این در کدام مصیبت گرفتار است، برای ما تعریف بکو، برای ما معرفی بکو، مواصفاتش برای ما بکو، این آدم در چی گناهی مبتلا است، این از کدام مردم ها هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب می فرماید انهم منکم، از جمله شماست، و من جلدتکم، و از قبیله شماست، و یاخذون من اللیل کما تاخذون، در شب مو کارایی را میکنه که شما میکنین. یعنی مردم های عادی نیستن، تهجد گزار هستند، قیام اللیل والا هست، تلاوت قرآن میکند، ذکر و اذکار میکند، پنجشنبه ها و دوشنبه ها را روزه میگیرد غیر از رمضان، از جمله امی مردم هستند. اما با وجود امی کارهاشون هم فیجعلها الله هباء منثورا، الله سبحانه و تعالی تمام اعمالش از بین میبرد. اما چی گناهی در وجود اینا هست؟ در چی مصیبتی اینا گرفتار هستند؟ ولكن قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، یا جمله اون مردمایی هستند زمانی که در خلوت میشن، زمانی که در اتاقشان تنها میشد، زمانی که در دفترشان تنها میشه، زمانی که در خانهشان تنها میشد، باز محارم و مرزی را که الله سبحانه و تعالی براش تعیین کرده اون مرز را میده میکند، با در تنهایی خودش و در خلوت خودش گناه میکند. مسلمان، قیام اللیل که انجام میدی نیتت فقط الله باشد، روزه ای را که میگیری نیتت فقط الله باشد، قرآنی که تلاوت میکنی نیتت الله باشد، عمل را که انجام میدی نیتت فقط الله باشد، اما در خلوت خودت هم متوجه عملت باش. شیطان در کمین است، شیطان میخواد من و تو را اهل دوزخ بسازد، شیطان میخواد ما را از مسیر حق دور بکند، شیطان میخواد ما را مثل خودش جهنمی بسازد. اینمی که در خلوتت اگر متوجه خودت نبودی، در جمع مردم خود کل مردم های خوبی هستند،